the clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. این داستان 5 شخصیته: جان وین گیسی دلقک، جان وین گیسی پیمانکار، جان وین گیسی همسر، جان وین گیسی کودک آزار و جان وین گیسی قاتل که 33 پسر نوجوان رو پس از آزارهای جنسی به قتل رسونده. Like some people are, they unwind in different ways. Either we're going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. سلام، من فرشتم و اینجا ریپورت تایمه. به یه اپیزود دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم داستان یکی از معروف‌ترین و ترسناک‌ترین قاتلین سریالی رو با هم بررسی کنیم. کسی که در دهه 70 میلادی کابوس پسرهای نوجوان آمریکا شده بود. تو 11 دسامبر سال 1978 پلیس شیکاگو گزارشی از گم شدن یک پسر 15 ساله دریافت میکنه. اسم این پسر رابرت پیست بود. 15 سال سن داشت و همه اون رو به عنوان یک پسر فعال که عاشق خانواده‌اش میشناختن. رابرت پیست همچنین به طور نیمه وقت و وقتایی که مدرسه نداشت توی داروخونه به اسم نیسون کار میکرد. اونجا قفسه ها رو میچید و آرزوش بود که وقتی 16 ساله شد بتونه برای خودش یه ماشین بخره. واسه همین همیشه تلاش میکرد تا بتونه پول بیشتری به دست بیاره. شبی که اون گم شد تولد مادرش بود. واسه همین مادرش میره دنبالش تا بعد از تموم شدن کارش اونو برسونه خونه و با هم دیگه جشن بگیرن. رابرت بعد از تموم شدن شیفتش میره دم در ماشین مادرش و بهش میگه چند دقیقه دیگه میام. میخوام با یک نفر درباره یه فرصت شغلی حرف بزنم. مادرش هم میگه باشه، همینجا منتظرتم. داستان از این قراره که یه پیمانکار که با اون داروخونه هم همکاری میکرد داشت به پسرهای جوون پیشنهاد شغلی با 2 برابر حقوق اون چیزی که از داروخونه در می آوردن رو میداد. رابرت هم با شنیدن این پیشنهاد شغلی خوشحال میشه و با خودش میگه اینجوری 100% میتونم تا سال دیگه برای خودم یه ماشین بخرم. همین باعث میشه تا رابرت به پیمانکار بگه بیرون منتظرم باش تا بعد از تموم شدن شیفتم بیام و با هم درباره این شغل حرف بزنیم. آخرین باری که کسی رابرت پیست رو میبینه همونجا بود که به مادرش میگه چند دقیقه دیگه برمیگرده و بعد از اون دیگه کلا ناپدید میشه. رابرت از اون بچه‌هایی نبود که بخواد بدون اطلاع قبلی جایی بره و بقیه رو نگران کنه. پس خیلی زود همه فهمیدن که این غیب شدنش غیر عادیه و حتما یه اتفاق بدی براش افتاده. پلیس شیکاگو وقتی که گزارش مفقودی رابرت پیست رو دریافت میکنه میره پیش رئیس داروخونه و ازش میپرسه اسم اون پیمانکار چیه و اونم جواب میده جان وین گیسی. اون زمان تو شیکاگو همه جان وین گیسی رو یه شهروند نمونه و یه بیزینسمن موفق میدونستن، اما هیچ کس از گذشته و زندگی تاریک اون خبر نداشت. جان وین گیسی تو 17 مارس 1942 تو شیکاگوی آمریکا به دنیا آمد. اون تک پسر خانواده بود و 2 تا خواهر هم داشت. مادر و خواهرش اونو خیلی دوست داشتن، اما رابطه جان با پدرش خیلی پیچیده بود. تو اون زمان یه آقایی به اسم جان وین قهرمان هالیوود بود و همه مردم آمریکا خیلی اونو دوست داشتن. پدر گیسی هم اسم اونو جان وین میذاره و انتظار داشت که اون هم مثل جان وین سینما همیشه برنده باشه و اون رو سربلند کنه. اما جان وین گیسی یه پسر چاق و دست پا چلفتی و همیشه مریض بود و پدرش اون رو یک بازنده به تمام معنا میدونست. پدر اون یه آدم دائم الخمر خشن بود و هر بار که از سر کار برمیگشت میرفت تو زیر زمین و حسابی مست میکرد. اون از جان متنفر بود و جوری کتکش میزد که انگار دوست داشت اون بمیره. جان وین گیسی حق اعتراض هم نداشت، چون اگه اعتراض میکرد پدرش مادر و 2 تا خواهرش رو هم میزد. اینا همه در حالی بود که جان یه چیزی رو از همه مخصوصا پدرش مخفی میکرد که اگه پدرش این مسئله رو میدونست حتما اون رو میکشت. جان یک بار تو نوجوانی دوست صمیمیش رو میبره خونه‌شون، اونو میبره به اتاقش و از داخل کمدش یک لباس زنونه در میاره و میپوشه و به دوستش میگه چطور شدم.
دوستش هم که حسابی شوکه شده بود حرفی نمیزنه و جان بعد از چند دقیقه لباسو در میاره و سر جاش میذاره. مشخص بود که جان به پسرها علاقه داره و پدرش با اون باورهای سنتی اگه اینو میدونست حتما پسرش رو میکشت. جان تو نوجوانیش یه راز دیگه هم داشت که به کسی نگفته بود. پدر اون یک دوست پیمانکار داشت که گاهی اون رو به خونشون هم می آورد. یه بار که پیمانکار به خونه اون اومده بود به جان میگه دوست داری یه بستنی برات بخرم؟ جان هم نه نمیگه و سوار ماشینش میشه. تو راه اما اون پیمانکار به جان تعرض جنسی میکنه. این اتفاق چندین بار دیگه هم تکرار میشه و جان چون از پدرش میترسیده و میدونسته که اگه اون بفهمه به خاطر این کار تنبیهش میکنه به کسی چیزی نمیگه. نوجوانی جان وین گیسی به همین شکل میگذشت و پدرش روز به روز از اون بیشتر متنفر میشد. جان هم امیدوار بود که بالاخره یک روزی پدرش به اون افتخار کنه. بعد از تموم شدن دبیرستان اون تو جاهای مختلف کار پیدا میکنه. تو یکی از این جاها با دختری به اسم مرلین مایرز آشنا میشه. اونا خیلی زود به هم علاقه‌مند میشن و زمانی که جان 22 سالش بود، یعنی تو سال 1964 با هم دیگه ازدواج میکنن. و این اولین باری بود که پدر جان وین گیسی به اون افتخار میکنه. حالا دلیلش چی بود؟ چون والدین مرلین صاحب 3 شعبه رستوران کنتاکی بودن و وقتی جان داماد اونها میشه، اونها اداره این شعب رو به اون میسپارن. به علاوه رستوران ها، والدین مرلین یه خونه لوکس و بزرگ تو آیووا هم در اختیار اونها قرار میدن تا بتونن زندگیشون رو شروع کنن. تو سالهای 1967 و 1968 جان و مرلین صاحب 2 دختر میشن. همه چیز داشت برای جان وین گیسی عالی پیش میرفت. اون یه خانواده عالی، یه شغل پردرآمد و کلی کارگر داشت. و زمانی که همه اینها رو به دست آورده بود، اون تونست خیلی خودش رو تو دل مردم جا کنه. اون به اجتماعات محلی پیوسته بود و همیشه به کلیساهای مختلف کمک میکرد. و اگه مراسمی توی کلیسا برگزار میشد، جان غذا و نوشیدنی اون مراسم رو تامین میکرد. اونم بدون دریافت پول. اون انقدر محبوب شده بود که حتی دوره‌ای رو به عنوان کشیش کلیسا گذروند. همه اینا یه طرف، اینکه پدر جان بالاخره واقعا داشت به اون افتخار میکرد هم یه طرف. این چیزی بود که جان وین گیسی کل زندگیش دنبالش بود و حالا واقعا بهش رسیده بود. اما زندگی زیبا و ایدئال جان وین گیسی یه بخش تاریک و ترسناک هم داشت که هر لحظه ممکن بود گندش در بیاد و همه چیزو زیر و رو کنه. داستان از این قرار بود که جان وین گیسی تو رستوران هایی که ادارهشون میکرد یه زیرزمین ساخته بود. اون به هر روشی که میتونست پسرهای جوان رو به اون زیرزمین میبرد و بهشون تجاوز میکرد. یکی رو مست میکرد، به یکی وعده پول میداد، به یکی میگفت به ترفی میدم و اگه همه اینها کار نمیکرد اون با خشونت کارش رو انجام میداد. قربانی های بیچاره اون هم از ترس بی‌آبرویی به کسی چیزی نمیگفتن. چیزی هم نمیتونستن بگن. اگه حرفی میزدن کسی باور نمیکرد. جان وین گیسی محبوب دلها بود و همه بهش اعتماد داشتن. اما بالاخره یه پسر به اسم مارک میلر میره پیش پلیس و از جان وین گیسی شکایت میکنه. پلیس ها هم مطابق انتظار حرف اون رو باور نمیکنن. اما چون مارک میلر برای گیسی کار میکرد و اتهامی که بهش زده بود خیلی سنگین بود، براش قرار دادگاه تنظیم میکنن. جان وین گیسی هم که میدونسته چه کار وحشتناکی کرده و میدونسته که مارک میلر حقیقت رو میگه، یک روز قبل از دادگاه به یکی از پسرهای کارگرش که خیلی قلدر هم بود پول میده تا بره یک بلایی سر مارک میلر بیاره تا اون شکایتش رو پس بگیره. اون پسر هم مارک میلر رو میبره حومه شهر، حسابی کتکش میزنه و اسپری فلفل رو تو صورتش خالی میکنه. مارک میلر حسابی داغون شده بود. اما اینجا یه اتفاق خوب براش میفته. اون پسری که زده بودتش رو شناسایی میکنه چون قبلا با هم همکار بودن. ضارب راسل شرودر بود. وقتی که مارک میلر خودش رو به سختی به شهر میرسونه، مستقیم میره پیش پلیس و همه چیزو بهشون میگه و مشخصات شرودر رو هم بهشون میده. روز دادگاه که میرسه، پلیس راسل رو به جایگاه متهمین میاره. راسل هم به همه چیز اعتراف میکنه. اون میگه که این کار رو انجام دادم چون گیسی بهم قول داده بود که قسط وامم رو پرداخت میکنه. تمام شواهد و مدارک بر علیه گیسی میشه و به همین خاطر دادگاه اون رو به خاطر جرم‌هایی که مرتکب شده به 10 سال زندان محکوم میکنه. سالها بعد، یعنی تو سال 1980، یه پسر به اسم جیمز تالری
تو کتاب مردی که پسرها رو کشت از تجربه تلخش با جان وین گیسی میگه. تالری گفته که وقتی یه بار با گیسی تنها بود، اون اول تهدیدش میکنه، بعد شکنجهش میکنه و بعد با چاقو جراحاتی بهش وارد میکنه. بعد از همه اینها تازه بهش دستبند میزنه و جوری خفش میکنه که پسر از شدت فشار بیهوش میشه. جیمز گفته که بعد از این همه کشمکش ها جان وین گیسی اونو آزاد میکنه. اما این نشون میده که مارک میلر تنها قربانی اون نبوده و تو اون زمان که اون مدیریت 3 شعبه رستوران کنتاکی رو بر عهده داشته به پسرهای زیادی تعرض کرده. همسر جان وقتی از این موضوع باخبر میشه و متوجه میشه که چه روانی رو به عنوان شوهر انتخاب کرده، سریعا درخواست طلاق میده. جان هم پیش دستی میکنه و خیلی پررو میگه حالا که تو این شرایط میخوای تنها بذاری، دیگه هیچ وقت نمیخوام تو خانوادت رو ببینم. جان وین گیسی تو دسامبر سال 1968 روانه زندان میشه تا دوره 10 سال محکومیت خودش رو بگذرونه. حکم طلاق مرلین و گیسی هم تو سپتامبر سال 1969 صادر میشه و جان وین گیسی دیگه تا آخر عمرش همسر و دختراش رو نمیبینه. همه چیز برای گیسی از دست رفته به نظر میرسید و اونطور که پدرش میگفت انگار اون واقعا یک بازنده به تمام معنا بود. تو زندان اما اون ناامید نمیشه و فقط چند ماه بعد از اینکه زندانی شده بود تبدیل به آشپز زندان میشه. جان وین گیسی بسیار با سیاست بود و وقتی که تبدیل به آشپز زندان شد با مسئولای زندان صحبت کرد تا بتونه حقوق افرادی که داخل آشپزخونه کار میکنن رو افزایش بده. زندانی ها هم وقتی که فهمیدن گیسی چه آدم با سیاستیه اون رو به عنوان نماینده خودشون انتخاب کردن و هر مشکلی که داشتن رو از طریق اون با مسئولای زندان در میون میذاشتن و حل میکردن. جان وین گیسی تو مدت کوتاهی تونست توی زندان هم به شهرت زیادی برسه. اما جان وین گیسی اون سال یه شوک بزرگ بهش وارد میشه و باعث میشه که اون دوباره طعم شکست رو بچشه. تو همون سال 1969 پدرش بر اثر نارسایی کبد از دنیا میره. اون در حالی از دنیا رفت که جان وین گیسی رو یه آدم شکست خورده ضعیف میدونست که تو زندان گیر افتاده. این بزرگترین ضربه به جان وین گیسی بود. اون حتی اجازه حضور تو مراسم پدرش رو هم پیدا نمیکنه و با همین فکر که پدرش در زمان مرگ چقدر از اون متنفر بوده تو زندان تنها میمونه. ماه که از حبس گیسی میگذره اون موفق میشه که به صورت مشروط آزاد بشه. اون به خاطر رفتار خوبی که تو زندان نشون داده تونسته بود این موقعیت رو به دست بیاره و خودش آماده زندگی جدید کرده بود. بعد از آزادی اون برمیگرده شیکاگو و مدتی رو خونه مادرش میمونه. اما خیلی پیش مادرش دووم نمیاد. یه خونه تو شمال شیکاگو به آدرس خیابون 8213 سامردیل غربی کرایه میکنه. اونجا یه منطقه پرجمعیت با خونه‌های آجری ویلایی بود. همچنین گیسی از زمانی که آزاد شده بود توی رستوران به عنوان آشپز مشغول به کار شده بود. این یکی از شرط‌های آزادی مشروط بود که اون باید حتماً برای خودش شغل ثابت داشته باشه. اون همزمان که توی رستوران کار میکرد تایم خالیش رو با نقاشی کردن خونه‌ها پر میکرد. بعد از یه مدت فهمید که تو نقاشی پول بیشتری هست تا توی رستوران. پس کارش رو ول کرد، $600 از مادرش قرض گرفت و یک کمپانی کوچیک به نام PDM برای خودش راه اندازی کرد. مثل همیشه شانس به گیسی رو میکنه و کمپانی کوچیکش تو منطقهشون و حتی شهرهای اطراف مشهور میشه. اون حتی یک روز رو هم نمیتونست استراحت کنه و کار رو تعطیل کنه و برای تمام روزهای سال مشتری داشت. گیسی تو مسیر پیشرفت بود که با یکی از دوستای قدیمیش به اسم کرول هاف روبرو میشه. کرول یک بار قبلا ازدواج کرده بود و 2 دختر داشت که با اون زندگی میکردن. کرول و گیسی همکلاسی‌های دبیرستان همدیگه بودن و وقتی دوباره با هم روبرو میشن سریعاً یعنی تو 1 ژوئن سال 1972 با هم ازدواج میکنن. بعد از ازدواج اون 2 به خوبی کمپانی گیسی رو گسترش میدن و کلی کارگر قراردادی رو هم استخدام میکنن. کارگرهای اونها پسرهای جوان و نوجوان بودن که همراه گیسی به این شهر و اون شهر مسافرت میکردن.
چیزی که مشخصه اینه که جان وین گیسی با کارگراش، حتی اونایی که زیر 18 سال سن داشتن، رابطه برقرار میکرد. به هر حال اون وضع مالی خوبی داشت و با پیشنهادهای مالی که میداد میتونست کارگرهاش رو اغوا کنه و ازشون سوء استفاده کنه. اما فقط بیزینس جان گیسی نبود که پیشرفت کرده بود. همه اون رو به عنوان یک آدم موفق، مهربون و محترم میدیدن. اون به هر بهونه‌ای مهمونی‌های بزرگ تشکیل میداد و تو بعضی از این مهمونی‌ها تعداد شرکت کننده ها به بیش از 400 نفر هم میرسید و اکثر مهمون‌های اون آدم‌های مهم و ثروتمندی بودن. گیسی کلی دوست سیاستمدار پیدا میکنه و این دوست‌ها کم کم راه اون رو به سیاست و حزب دموکرات آمریکا باز میکنن. همچنین اون مدیر رژه روز لهستان میشه که این مقام توی شیکاگو چیز خیلی مهمی بود. اون توی یکی از این رژه ها با روزالین کارتر، همسر رئیس جمهور آمریکا، آشنا میشه و حتی باهاش عکس یادگاری هم میندازه. بعدها حزب دموکرات و اطرافیان جیمی کارتر خیلی سعی کردن که این عکس‌ها رو لاپوشونی کنن، اما هیچ وقت موفق نشدن. به علاوه تمام این دستاوردها، گیسی کمک‌های خیلی بزرگی هم به خیریه‌ها می‌کرد. اون علاوه بر کمک‌های مالی که به این خیریه‌ها می‌کرد، لباس دلقک می‌پوشید و برای بچه‌هایی که تو بیمارستان بودن یا بچه‌های پرورشگاه نمایش اجرا می‌کرد. گیسی عاشق این کار بود. اون وقتی می‌دید که بچه‌ای توی بیمارستان بیماری لاعلاج گرفته، براش با جون و دل اجرا می‌کرد و حتی به جای اونا گریه می‌کرد. زندگی مشترک گیسی اما دوباره به هم میخوره. کرول به شوهرش شک کرده بود و حس میکرد که اون داره یه چیزایی رو ازش مخفی میکنه. جان وین گیسی با کرول مثل غریبه ها رفتار میکرد و حتی با اون رابطه جنسی هم برقرار نمیکرد. همچنین کرول توی خونهشون کلی مجله سکسی همجنسگرایانه خشن پیدا میکنه که متعلق به شوهرش بود. وقتی که جان وین گیسی از اوضاع با خبر میشه، به کرول میگه بیا مدتی رو بدون اینکه با همدیگه رابطه جنسی داشته باشیم کنار همدیگه زندگی کنیم و جوری رفتار کنیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. کرول اما قبول میکنه که یه مدت با همین شرایط با گیسی زندگی کنه تا اینکه در نهایت تو سال 1976 از گیسی جدا میشه. اون دست بچه‌هاشو میگیره و برای همیشه از زندگی گیسی میره. بعد از طلاق کرول، جان گیسی که حالا مرد موفق و ثروتمندی بوده تنها میشه. اون به طور بیمارگونه‌ای با پسرهای نوجوان که همگی زیر سن قانونی بودن رابطه برقرار می‌کرده. اون با روش‌های مختلفی این پسرها رو به دام مینداخته، به خونش می‌برده و باهاشون رابطه برقرار می‌کرده. همه چیز بدون سر صدا مدتی ادامه پیدا می‌کنه تا اینکه تو دسامبر سال 1976 گزارش مفقودی یک پسر نوجوان به اسم جان گادزیک ثبت میشه. جان گادزیک یکی از کارگرهای گیسی تو کمپانی PDM بود. خانواده جان که میرن پیش پلیس بهشون میگه که ما کلی گزارش مفقودی و فرار پسرهای نوجوان دادیم. پسر شما هم احتمالاً از خونه فرار کرده و بعد از مدتی خودش به خونه برمیگرده. البته پلیس هم درست میگفتن. اون زمان توی آمریکا پسرهای زیادی از خونه میزدن بیرون و تا مدت‌ها هم برنمیگشتن و این تقریباً داشت توی آمریکا به یه فرهنگ تبدیل میشد. اما جان گادزیک مثل بقیه نبود. اون یه پسر خانواده دوست آروم بود که بیخبر جایی نمیرفت. همچنین اون یه دوست دختر داشت که عاشقش بود. ماشین آرزوهاش رو خریده بود و تازه 1 هفته هم بود که برای جان وین گیسی کار میکرد. گیسی ساعتی $5 که اون زمان پول زیادی بود رو به جان گادزیک میداد و همه اینها باعث شده بود که جان گادزیک خودش رو خوشبخت‌ترین آدم روی زمین بدونه. پس چرا باید همچین پسری از خونه فرار کنه؟ مادر جان گادزیک که نمیدونسته کجا باید دنبال پسرش بگرده، میره دم در خونه گیسی و بهش میگه از پسرم خبر داری؟ گیسی هم بهش میگه اتفاقا یه پیام ازش روی پیغامگیرم داشتم. مادر گادزیک هم میگه خب میخوام پیام رو بشنوم، اما جان وین گیسی میگه که اون پیام رو پاک کرده و بعد هم دوباره همون حرفای پلیس رو به مادر جان گادزیک میزنه و میگه پسرها توی این سن از خونه فرار میکنن، منتظرش باش که خودش با پای خودش برگرده. پلیس شیکاگو اما تو این مورد به یه چیزی دقت نکرده بود، اونم این که گزارش مفقودی پسرهای نوجوان داره از شمال شیکاگو گزارش میشه
و این نمیتونه نرمال یا اتفاقی باشه. از طرفی مادر جان گادزیک وقتی که داشته اون شب از خونه جان ون گیسی برمیگشته، تو چند کیلومتری خونه ماشین پسرش رو در حالی پیدا میکنه که شیشه های ماشین پایین بود و مدارکش هم دست نخورده داخل ماشین بود. در همین لحظه اون مطمئن میشه که حتما بلایی سر پسرش اومده، اما مدرکی دستش نبود. گشت و گذارهای شبانه گیسی و همخوابی اون با پسرهای نوجوان بدون سر و صدا ادامه پیدا میکنه تا اینکه اون به کیس بعدی خودش یعنی جفرینگال برمیخوره. جفرینگال یه شب داشته مست و پاتیل از یه بار میومده بیرون که گیسی اونو میبینه. ماشینشو به طرفش میبره، کنارش نگه میداره، پنجره رو میکشه پایین و میگه میای یه رول با هم ماریجوانا بکشیم. جفرینگال هم بهش نگاهی میکنه، بهش اعتماد میکنه و سوار ماشینش میشه. بعد از اینکه جفرینگال سوار ماشین میشه، گیسی یه پارچه آغشته به کلروفرم رو روی صورت اون میذاره و اون رو بیهوش میکنه. جف از اینجا به بعدش رو به صورت واضح یادش نمیاد و فقط یادشه که هر بار تو ماشین گیسی به هوش میومد اون دوباره پارچه آغشته به کلروفرم رو روی صورتش میذاشته و اون رو بیهوش میکرده. بعد از یه مدت جف تو زیرزمین خونه گیسی چشم باز میکنه، البته که خودش نمیدونسته کجاست و چه بلایی قراره سرش بیاد. جفرینگال روی یه صندلی بسته شده بود و دائم تلاش میکرد که بتونه خودش رو آزاد کنه. تو همین حین جان ون گیسی با گریم دلقک جلوش ظاهر میشه و با یه چاقوی تیز روی بدنش میکشه. جف وحشت میکنه و شروع میکنه به داد و بیداد کردن، اما گیسی بهش میگه هر چقدر که میخوای داد و فریاد کن، اینجا کسی صدای تو رو نمیشنوه. اون جف رو به شکل‌های مختلفی شکنجه میکنه، اما یهو بدون هیچ دلیلی جف رو دوباره بیهوش میکنه، سوار ماشینش میکنه و توی یکی از پارک‌های اطراف خونش رهاش میکنه. اون جف رو نمیکشه، اما چرا؟ کسی نمیدونه. جفرینگال ساعت 5:05 به هوش میاد و خودش رو با لباسهای پاره و صورتی که به خاطر کلروفرم سوخته بود وسط پارک میبینه. همینطور مقعدش داشت خونریزی میکرد و این یعنی بهش تجاوز شده بود. با همین شرایط خودش رو به خونه دوست دخترش میرسونه و دوست دخترش هم اونو به بیمارستان میبره. وقتی که حالش کمی بهتر میشه مستقیم میره پیش پلیس، اما اونا حرفاشو باور نمیکنن، پس خودش دست به کار میشه. اون یه ماشین کرایه میکنه و شب میره همون جایی که جان ون گیسی اونو سوار کرده بود منتظر میمونه. اون مشخصات ماشین جان ون گیسی رو یادش مونده بود، یه ماشین مشکی 4 در با پلاک PDM 42. چهره گیسی هم تقریبا یادش مونده بود، پس منتظر میشه تا اون سر کلش پیدا شه. جفرینگال یک هفته تمام با ماشین کرایه‌ایش همونجا کیشیک میده تا اینکه بالاخره ماشین جان ون گیسی رو میبینه. جف اونو به خوبی تعقیب میکنه و بالاخره خونه‌ای که توش شکنجه شده بود رو پیدا میکنه. خیابون 8213 سامردیل غربی. جف مستقیم میره پیش پلیس و این آدرس رو گزارش میکنه، اما پلیس به هیچ وجه حرف اون رو باور نمیکنه. اونجا خونه جان ون گیسی یکی از محبوب ترین و خوشنام ترین افراد شیکاگو بود. حتی اگه مشکلی برای اون پیش می اومد، دوستای با نفوذ اون تو حزب دموکرات مشکلش رو حل میکردن. جفرینگال هیچ شانسی تو این پرونده نداشت. جف که میبینه شرایط اینجوریه یه مدت دیگه جان ون گیسی رو تعقیب میکنه تا اینکه در نهایت بیخیال میشه و به زندگی خودش ادامه میده. جان ون گیسی خیلی خوش شانس بود که پلیس ها حرفای جفرینگال رو باور نکردن. هیچ کس فکرش رو نمیکرد که اون تو تنهایی خودش چیکار میکنه. هیچ کس شکی به اون نداشت. البته تا زمانی که گزارش مفقودی رابرت پیست به دست پلیس میرسه. زمانی که رابرت پیست گم میشه و صاحب داروخونه اسم جان ون گیسی رو به پلیس میگه، پلیس خیلی زود مجوز بازرسی خونه جان ون گیسی رو به دست میاره. پلیس هایی که داشتن روی این پرونده کار میکردن یه جورایی مطمئن بودن که رو آدم درستی دست گذاشتن. حالا اونها باید خونه گیسی رو میگشتن و مدارکی که اونها رو به رابرت پیست متصل میکنن رو پیدا میکردن. پلیس تو خونه گیسی مدارک جالب و ترسناکی پیدا میکنه. مجله های مثبت 18، اسباب بازی های جنسی، گواهینامه تعداد زیادی از پسرهای نوجوان و تعدادی جواهر که متعلق به جان ون گیسی نبودن. با اینکه چیزهای زیاد و قابل توجهی تو خونه جان ون گیسی پیدا شد، اما خبری از رابرت پیست نبود.
رابرت پیس تو خونه جان ون گیسی پیدا نشد، اما پلیس ها بی خیال این داستان نشدن و 24 ساعت اون رو تعقیب میکردن تا بتونن مدرک علیهش پیدا کنن. گیسی روزای اولی که تحت تعقیب بود ظاهرش رو خوب درست میکرد. اون سعی میکرد خودش رو دوست پلیسا نشون بده. مثلا وقتی که خونه بود و ماشین پلیس رو نزدیک خونش میدید، میرفت بیرون اونا رو صدا میکرد و اونها رو دعوت میکرد به داخل خونه تا با همدیگه قهوه بخورن. پلیس ها اما این درخواستش رو هر بار رد میکردن. البته فقط ظاهر گیسی آروم بود. اون میدونست که اگه کاری نکنه زندگیش به فنا میره. پس از دوستای سیاستمداری که داشت درخواست کمک کرد و همه اتفاقات رو با وکیلش هم در میون گذاشت تا اونا بتونن براش کاری کنن. شب دومی که مامورها دنبال گیسی بودن، اون به یه رستوران وارد میشه و مامورها هم چند تا میز اونورتر با فاصله ازش میشینن. یکم که میگذره، گیسی به مامورها میگه بچه‌ها، حالا که دارین منو دنبال میکنین، بهتر که بیاین سر میز من بشینین. این فرصت خوبی بود برای مامورها که یکم به این آدم نزدیک بشن. پس قبول میکنن و میرن سر میزش میشینن. گیسی خیلی خوب با اون دوتا مامور گرم میگیره و درباره شغل، تعطیلات خانوادگی و مهمونی‌هایی که گرفته بود صحبت میکنه. یکم که آبجو میخورن و مست میشن، جان ون گیسی بحث دلقک بودن رو وسط میکشه. اون ناخودآگاه با یکی از مامورها چش تو چش میشه و بهش میگه وقتی که لباس دلقک میپوشی میتونی از زیر هر جرمی قصر در بری، حتی قتل. اون دوتا مامور وقتی که این جمله رو شنیدن خیلی سعی کردن که خودشون رو آروم نشون بدن و نذارن که اون ذهنشون رو به هم بریزه. روز بعد جان ون گیسی میره دفتر وکیلش تا باهاش صحبت کنه. وکیلش آقای سم امیرانت بهش میگه هی اگه واقعا خبریه زودتر بگو تا دیر نشده و اون هم بارها جواب میده که اینا همه توطئه است تا منو پیش مردم خراب کنن. آقای وکیل هم بهش میگه باشه حرفت رو باور میکنم و بعد هم بهش میگه که یه شکایت علیه پلیس شیکاگو تنظیم میکنم که چرا حقوق شهروندی تو رو نقض کردن. پلیس ها که از این موضوع باخبر میشن کارشون رو سریعتر انجام میدن. اونها سوابق جان ون گیسی رو در گذشته توی آیووا بررسی میکنن و متوجه میشن که اون قبلا به جرم پدوفیلی به زندان افتاده. به دست آوردن چنین اطلاعاتی تو اون زمان که نه کامپیوتر درست حسابی بود و نه اینترنتی وجود داشت خیلی سخت بود و طول میکشید. همچنین اونا از کارگرهای گیسی هم بازجویی میکنن و بهترین اطلاعاتی که ازشون میگیرن این بوده که گیسی ازشون خواسته تا توی زیرزمینش یه چاله حفر کنن. گیسی به اونها گفته بود که این چاله برای بوی بدیه که از اون زیر میاد و بعضی وقتا هم ازشون میخواست که برن اون پایین و آهک پخش کنن. بالاخره مامورا فهمیده بودن که باید کجا رو بگردن. زیرزمین خونه گیسی. اونا برای اینکه بتونن خونه جان ون گیسی رو بازرسی کنن نیاز به مجوز داشتن و برای گرفتن مجوز هم نیاز به مدرکی که گیسی رو به رابرت پیس وصل کنه. همچنین وقت زیادی براشون باقی نمونده بود چون دوستای جان ون گیسی وارد بازی شده بودن و هر چه زودتر سعی می‌کردن این پرونده رو ببندن و جان ون گیسی رو نجات بدن. پس پلیس ها هر چیزی که تو بازرسی اول از خونه گیسی کشیده بودن بیرون رو بررسی میکنن. هر چیزی میتونست مدرک باشه و با دقت حتی زباله‌های خونه گیسی رو هم بررسی میکنن. گیسی از درون داشت فرو میپاشید، اما خب باید ظاهرش رو حفظ میکرد. اون توی شب سرد دو مأموری که بیرون از خونه توی ماشین مراقبش بودن رو به خونه دعوت میکنه. پلیس ها هم خیلی زود دعوت اون رو قبول میکنن. اینجوری هم میتونستن از سرمایه اون بیرون در امان بمونن و هم میتونستن یه مدرک علیه اون پیدا کنن. مأمورها که میان داخل، جان گیسی با مشروب ازشون پذیرایی میکنه. اونا میشنن دور هم و حسابی مست میکنن. جان هم مثل همیشه شروع میکنه به حرف زدن و حسابی وراجی میکنه. انگار نه انگار که به جرم قتل تحت تعقیبه. یکم که گذشت، یکی از مأمورها از جان اجازه میگیره که بره دستشویی. وقتی که وارد دستشویی میشه و تهویه رو روشن میکنه، بعد از یه مدت یه بوی وحشتناکی کل فضا رو پر میکنه. شاید آدمای عادی متوجه نشن، اما اون مأمور خیلی زود فهمید که این بویه که توی سردخونه به مشامش میخوره. این بوی جنازه بود، اما نه یه جنازه، بوی چندین جنازه. مأمورها وقتی که اون شب از خونه گیسی میرن، خیلی زود به مرکز اطلاع میدن که خونه جان ون گیسی پر از جسده، اما هنوز هم نیاز به دلیل برای گرفتن مجوز داشتن تا بتونن خونه جان ون گیسی رو بازرسی کنن. جان ون گیسی کم کم داشت از این اوضاع نگران میشد. 5-6 روز که گذشت، اون دیگه با پلیسا صمیمی رفتار نمیکرد
و حسابی رفتارش تغییر کرده بود. تو 20 دسامبر، یعنی 9 روز بعد از گم شدن رابرت پیست، جان وین گیسی با وکیلش تماس میگیره و میگه یه کار خیلی فوری باهات دارم. باید یه چیز خیلی مهم رو برات تعریف کنم. وکیلش میگه باشه جان، امیدوارم حرفت مهم باشه و حرفای گذشته رو تکرار نکنی. و اون هم میگه نه، حرفای جدیدی برای گفتن دارم. اما جان وقتی که وارد دفتر وکیلش میشه، همون حرفای قبلی رو تکرار میکنه که این باعث عصبانیت وکیلش میشه. وکیل عصبانی میشه و محکم با دستش روی میز میکوبه و میگه راستش رو بگو، نمیخوام این چرت و پرتا رو بشنوم. وکیل عکس رابرت پیست رو به جان نشون میده و بهش میگه نگاه کن جان، این یه پسر خیلی خوب بود که گم شده. بهم بگو چه اتفاقی براش افتاده. جان وین گیسی خیلی آروم به روزنامه نگاه میکنه و میگه اون گم نشده، مرده. وکیل خشکش میزنه، میگه ها، یعنی چی؟ بعد از چند ثانیه سکوت، جان وین گیسی میگه باشه، یکم مشروب داری؟ بعد از اینکه وکیلش مشروب رو برش میاره، اون میگه که میخوام همه چیز رو از اول برات تعریف کنم. اون به چشمای وکیلش زل میزنه و میگه من قاضی، هیئت منصفه و جلاد خیلی ها بودم و حالا میخوام قاضی، هیئت منصفه و جلاد خودم بشم. بعدش ادامه میده و میگه حرفمو قطع نکن و فقط گوش کن و برای خودش مشروب بیشتری میریزه. اون از اولین قتلش تو سال 1972 میگه. گیسی میگه یه شب توی خیابون یه پسر رو سوار کردم و بردمش خونه و با هم رابطه داشتیم. کارم که تموم شد، من رفتم خوابیدم. صبح که بلند شدم دیدم اون پسر با یه چاقو بالا سرم وایساده. من هم برای دفاع از خودم بهش حمله کردم و با همون چاقو کشتمش. بعد از این گیسی میره به آشپزخونه و میبینه که اون پسر داشته برای جفتشون صبحونه آماده میکرده و برای همین چاقو دستش بوده. اما دیگه دیر شده بود. گیسی به وکیلش توضیح میده که خون تمام اتاقش رو گرفته بود و خیلی طول کشید که اون خون رو تمیز کنه و اون پسر رو توی زیر زمین دفن کنه. گیسی نمیدونست، اما این پسر تیموتی مک‌کوی بود و تو اون زمان فقط 16 سال سن داشت. دومین قربانی گیسی زمانی به قتل رسید که اون هنوز با کرول هاف زندگی میکرد. اون جان باتکوویچ 18 ساله بود که تو 31 جولای سال 1975 به قتل رسید. ماه‌ها قبل از جداییش از کرول هاف. گیسی تمام این تاریخ‌ها رو به خوبی یادش بود و بدون هیچ لکنتی همه رو برای وکیلش توضیح داد. گیسی توضیح میده اکثر قربانی‌هاش رو بعد از جداییش از همسر دومش به قتل رسونده. اون بعد از قتل اولش که خونش رو به گند کشیده بود، قربانی‌های بعدیش رو با روش تمیزتری کشته بود. گیسی شبها به خیابون میرفت و پسرهای آسیب دیده از نظر روحی، روانی و مست رو پیدا میکرد و به خونش میبرد. اون حتی میگه وقتی پسری مقاومت میکرد و سوار ماشینش نمیشد، اون یه آژیر فیک پلیس در میآورد برای ماشینش نصب میکرد تا بتونه اون رو سوار کنه. بعد سوار شدن، گیسی قربانی‌هاش رو بیهوش میکرد و وقتی اونها بیدار میشدن تناب پیچ شده به یه صندلی مورد تجاوز و شکنجه قرار میگرفتن. اون همه شکنجه‌هاش رو هم یادش بود و با دقت برای وکیلش توضیح میداد. از اینکه قربانی‌هاش رو به صورت مصنوعی توی آب غرق میکرد گفت تا کشیدن چاقو روی بدنشون و تنگ کردن طناب برای خفه کردنشون. همه چی مو به مو یادش بود. طرفای صبح بود که همینطور که رو صندلی نشسته بود سرش میفته و شروع میکنه به خور و پف کردن. آقای سم امیرانت، وکیل جان وین گیسی، میگه با شنیدن این حرفا چند سال پیر شدم. طولانی ترین شب زندگیم بود. اون وقتی داشت درباره جزئیات قتل‌هاش صحبت میکرد هیچ پشیمونی از خودش نشون نمیداد. مدتی از به خواب رفتن گیسی گذشته بود که ناگهان اون سرش رو بالا میاره و با چشمای خون‌آلود به وکیلش نگاه میکنه. اون از جاش بلند میشه و چند قدمی رو به سمت وکیلش حرکت میکنه. آقای سم امیران که ترسیده بود چوب بیسبالش رو پیدا میکنه و به گیسی میگه اگه نزدیک بیای با همین میکشمت. گیسی چند قدمی رو که جلو اومده بود برمیگرده، سر جاش میشینه و دوباره به خواب میره. بعد از اینکه گیسی دوباره به خواب رفت، وکیلش حسابی وحشت زده شده بود و با چوب بیسبالش تا صبح بالا سر اون کشیک داد. 1-2 ساعت که میگذره، گیسی از خواب بیدار میشه و وکیلش رو میبینه که با چوب بیسبالش به حالت دفاعی روبروش وایساده و دائم بهش میگه نزدیکم نشو. جان گیسی یکم که میسته یادش میاد که دیشب چه اتفاقی افتاده و با سرعت به سمت خونه میره.
تو شب گذشته پلیس اما بیکار ننشسته بود. اونا از تمام آتش‌خاله‌ای که از خونه گیسی بیرون آورده بودن بالاخره یه مدرک برای ربط دادن اون به رابرت پیست پیدا میکنن. یه رسید از داروخونه نیلسن که رابرت توش کار میکرد تو آشغالای گیسی پیدا میشه. داستان از این قرار بود که تو شبی که رابرت گم میشه فروشنده داروخونه که میخواسته بره بیرون کمی هوا بخوره کاپشن اون رو برای مدتی قرض میگیره. همین که کاپشن اون رو میپوشه گیسی میاد و از داروخونه خرید میکنه و کیم بایرز همون فروشنده رسید رو میذاره داخل جیب رابرت. این رسید تو زباله های گیسی پیدا میشه و وقتی که پلیس از کیم پرسجو میکنه اون این داستان رو براشون تعریف میکنه. این مدرک باعث میشه که پلیس ها دوباره حکم بازرسی خونه گیسی رو به دست بیارن و دیگه کسی نمیتونسته جلوشون رو بگیره. همه چیز برای گیسی از دست رفته بود. پلیس ها که حالا میدونستن باید کجا دنبال اجساد بگردن شروع میکنن به حفاری زیرزمین خونه گیسی. مامورها وقتی اولین بیل رو زدن به استخوان‌های انسان برخوردن. وقتی که یکم بیشتر پیش رفتن جسد 2 قربانی رو از زیر زمین پیدا میکنن. تو همین لحظه بود که جان وین گیسی رو به جرم قتل دستگیر میکنن. بعدش تمام وسایل خونه رو با دقت بیرون میارن تا بتونن تو روزهای آتی با دقت بیشتری بقایای اجساد رو پیدا کنن. خبر جان وین گیسی که تو اخبار و روزنامه‌ها پخش شد، خانواده‌هایی که فکر می‌کردن گم شدن عزیزاشون تو چند سال اخیر تو شیکاگو میتونه به این صحنه جرم مرتبط باشه، خودشون رو به اطراف خونه جان وین گیسی رسوندن تا بتونن از نزدیک شاهد این ماجرا باشن. روند کشف اجساد اما به آرومی پیش میرفت. مامورهای پلیس، آتش‌نشان‌ها و حتی باستانشناسان حرفه‌ای با دست و قاشق زمین رو به آرومی میکندن تا بتونن تار موها و دندونهای قربانی‌ها رو بدون هیچ آسیبی از زیر زمین بیرون بکشن. جسدهایی که از خونه گیسی بیرون کشیده میشدن هم هیچ شباهتی به جسد انسان نداشتن. تنها تیکه‌هایی از استخوان‌ها، جمجمه و یا دندون و اگر خیلی خوششانس بوده باشن تار موها برای شناسایی باقی مونده بود. شناسایی این اجساد اما تا همین چند سال پیش طول کشید. فرانسیس وین الکساندر که تو سال 1976 توسط جان وین گیسی به قتل رسیده بود، تو سال 2021 هویتش مشخص شد. اون آخرین قربانی گیسی بود که هویتش مشخص شد. در نهایت مامورها بعد از 2 هفته تلاش بیوقفه جسد 29 نفر رو از زیر زمین خونه گیسی بیرون کشیدن. اما جسد رابرت پیست که به خاطر اون وارد این پرونده شده بودن اونجا نبود. جان وین گیسی گفت که جسد رابرت پیست رو به همراه 4 نفر دیگه تو رودخونه دس پلینز انداخته. تمام خونه اون پر از جسد بود و اون دیگه جا نداشته. بنابراین رودخونه رو برای مخفی کردن راز ترسناکش انتخاب میکنه. افراد متخصص ماه‌ها به دنبال اجساد تو اون رودخونه گشتن، اما نهایتاً تو بهار سال بعد از دستگیری جان وین گیسی متوجه شدن که این اجساد تو سد پایین رودخونه گیر کردن. بالاخره 33 قربانی این پرونده پیدا شدن و معما دیگه حل شده بود و چیزی برای پیدا کردن باقی نمونده بود به جز ذهن بیمار خود جان وین گیسی. 6 فوریه 1980 محاکمه جان وین گیسی برگزار میشه. وکلای اون تمام سعیشون رو میکردن تا فقط ثابت کنن که اون یک روانیه و هیچ کدوم از اعمالش تحت کنترل خودش نبوده تا بتونن حکم اعدام رو به حبس ابد تغییر بدن. قاضی اما این استدلال رو رد کرد و گفت که اون هوشمندانه عمل میکرد و دیوانه نبوده. هر تخفیفی تو پرونده جان وین گیسی میتونست جامعه و والدینی که عزیزاشون رو از دست داده بودن رو عصبانی‌تر و ناراضی‌تر کنه. اونها مرگ رو هم براش کم میدونستن و دوست داشتن که خودشون شکنجهش کنن. در نهایت و کمتر از 2 ساعت محاکمه جان وین گیسی به پایان میرسه و دادگاه اون رو به جرم 33 فقر قتل عمد گناهکار اعلام میکنه. در تمام این مدت جان وین گیسی هیچ احساساتی از خودش نشون نداد و فقط در پایان محاکمه برای حضار چشمک زد. گیسی باید اعدام میشد و این کمترین مجازات برای ترسناکترین قاتل زنجیره‌ای تاریخ آمریکا بود. کمی که گذشت جان وین گیسی داستانش رو عوض کرد.
اون که به همه چیز اعتراف کرده بود یهو 180 درجه تغییر میکنه و به خبرنگارها میگه که اعترافات من تحت فشار بوده و اونها حرفای من رو عوض کردن. من کسی رو نکشتم. 12 نفر از کارگرای شرکت PDM کلید خونم رو داشتن و هر کدوم از اونها میتونست قاتل باشه. اون بیشتر از 10 سال تلاش میکرد که به همه ثابت کنه بیگناهه. هیچ کس واقعا نمیدونست که اون برای چی داره این همه تلاش میکنه. همه میدونستن که اون این بچه ها رو کشته. یکی دیگه از کارهایی که جان وین گیسی تو زندان انجام داده بود نقاشی کردن بود. اون صدها نقاشی تو موضوعات مختلف از دلقک گرفته تا عیسی مسیح خلق کرده بود. نقاشی هایی که میتونستن ذهن بیمار اون رو به نمایش بذارن. نه می 1994 گیسی با هلیکوپتر به زندان استیت ویل منتقل شد تا در حضور 28 نفر با تزریق سم اعدام بشه. با پخش این خبر مردم به اطراف زندان اومدن تا مرگ اون رو جشن بگیرن. روی تیشرت بعضی از اونها عکسی دلقک چاپ شده بود که روش نوشته شده بود اشکی برای دلقک ها ریخته نخواهد شد. هوا که تاریک میشه، جان وین گیسی برای آخرین وعده غذای خودش یه سطل مرغ کنتاکی تقاضا میکنه. میخوره و منتظر اجرای حکمش میمونه. ساعت که از 12 شب عبور میکنه، یعنی دقایق آغازین 10 می 1994، جان وین گیسی رو برای اجرای حکم اعدامش آماده میکنن. برخلاف لیاقتش بهش اجازه میدن که اون آخرین حرفای خودش رو بزنه و اون میگه ساعت از 12:58 که عبور میکنه، دیگه جان وین گیسی تو این دنیا زنده نبود. مردم بیرون از زندان که منتظر اعدام جان وین گیسی بودن شروع میکنن به جشن و پایکوبی کردن. همه چیز تموم شده بود. جان وین گیسی دلقک، جان وین گیسی پیمانکار، جان وین گیسی همسر، جان وین گیسی کودک آزار و جان وین گیسی قاتل همه در یک لحظه کشته شدن و این همه دیوانگی به پایان رسید. تو سال 2019 یک سریال یک فصلی به اسم انسان‌های خیلی ترسناک ساخته شد که هر قسمت این سریال مربوط به یک قاتل زنجیره‌ای بود. قسمت‌های اول و دوم این سریال مربوط به جان وین گیسی بود و توی اون با تمام افرادی که توی این پرونده نقش داشتن صحبت شده بود. نقش جان وین گیسی توی سینما اما فقط به این سریال محدود نشد. داستان جان وین گیسی که پخش شد، هنرمندا خیلی زود رفتن سراغش. از اون زمان تا به امروز کلی فیلم سینمایی با محوریت دلقک شرور قاتل ساخته شده و منبع الهام همه اینها جان وین گیسی بود. پرونده جان وین گیسی هم بعد از 6 ساعت ضبط با همه اتفاقات بد و خوبش تموم شد. امیدوارم که از این پرونده هم لذت برده باشین. مثل همیشه اگه پرونده‌ای هست که دوست داریم ما براتون پوششش بدیم، تو کامنت ها بنویسین. مرسی که تا آخرین پست هم همراه من بودین. تا پرونده بعدی، خدا نگهدار.